بله خدا. سلام و درود خدمت یکایی که شما همیهنان عزیزم، مخاطبین محترم شبکه ورزش سیما. یادگار رستمی سمت چپ، وثوقی فرد، یه پاس کاتدار بلند به تیر دو. موقعیت هست برای ایران، حتی میتونه خطای پنالتی باشه روی مهدوی. داور همچین اعتقادی رو نداره. صادقی پیشروی میکنه، عالی، یک بکار پیش رو برداشت. صادقی این ضربه به سمت دروازه و گل برای ایران و امیر محمد رزاقی نیا دروازه امارات رو باز میکنه. مزد بازی خوب خودش رو ایران گرفت. ارسال از جناحین و بالاخره روی اشتباه مدافعین و دروازه‌بان امیر محمد رزاقی نیا هافبک تیم ملی ایران موفق میشه دروازه رو باز کنه. اینجا بود که یه بازیکن از پیش رو برداشت صادقی، ارسالی که انجام شد و ضعف دروازه‌بان، اشتباه مدافعین امارات و تیزهوشی رزاقی نیا. حضور به موقعش در محوطه جریمه امارات باعث شد گل اول برای ایران به دست بیاد. دیگه مهم نیست امید اردن در برابر ترکمنستان چه نتیجه به دست آورده و سایر نتایج. با خیال راحت دیگه میتونیم ادامه مسابقه رو تماشا کنیم. رفته ایران بهتر و بهتر بازی کرد و اوایل بازی یه مقدار امارات داشت. بازیکن امارات از سمت راست صادقی یه دسته نشون داد. حسین نژاد تو برسول میشه مقابل دروازه و بله، سعید سحرخیزان موفق میشه گل دوم ایران رو بزنه. ببینیم با هم، فریب دادن مدافعین رو. این ضربه سری که زده شد و تو درون دروازه قرار گرفت. حالا ببینیم چند زاویه دیگه از این زاویه فکر کنم بهتر مشخص بشه. یه لحظه به نظر میومد که شاید اصلا توپ به دانیل ایری خورده باشه. محمد مهدی زاره، پوریا چقدر خوب فریب داد بازیکن مقابلش رو. خود پوریا فضا ایجاد شده سمت چپ برای یادگار رستمی. سرخیزان یه لحظه میزنن، باید بیاد و ادامه بده کار رو. حالا تو از حرکت میکنه، پنالتی. خیلی مشخص بود پنالتیه. حرکت میکنه سعید سحرخیزان و در خلاف جهت حرکت مقبالی توپ در درون دروازه قرار گرفت. سعید سحرخیزان بریس میکنه در این مسابقه تا ایران با 3 گل پیش بیفته از تیم میزبان یعنی امارات. ببینیم با هم چجوری پنالتی به دست اومد. حرکت تو عرض، جاگیری بچه هم خوب بود پشت محوطه جریمه و این پنالتی که با اعتماد به نفس بالا در خلاف جهت حرکت مقبالی توپ در درون دروازه امارات قرار گرفت. سرخیزان نمیتونه ضربه سر اول رو بزنه. یه لحظه نگه میدارن جونیور اندیایه رو. موقعیت هست برای امارات و توپ عالی میگیره خلیفه. حالا یه موقعیت دیگه برای امارات و توی ضربه برگشتی بود که دروازه ما باز شد. مقصر نبود روی این گل. یه لحظه دانیال ایری هم اونجا گرفت. زهره هم اینجا خطا میکرد اخراج میشد از زمین مسابقه. بهترین کار رو انجام داد. امکان داشت این پیروزی به راحتی از دست بره. ببینیم اینجا توپو گرفت و در نهایت توپ برگشتی با تکل جونیور هم همراه شد. یعنی جورایی پاس گل داد. باسم مرزوقی یه سال دیگه به داخل محوطه جریمه، پشت محوطه پوریا لطیفی فر اشتباه میکنه و اونجا دروازه ما باز شد. از پوریا بعید بود. توسط اماراتیا لطیفی فر نگاه حواسش به پشت سرش نبود، راحتی توپو گرفت و درون دروازه قرار داد. اینجا که توپ بعد دست داد خودش بالا توپ دوید و به توپ میرسه. رستمی پا به توپ رو به جلو حرکت میکنه، میاره تو از یادگار رستمی. ضربه دقیق به تیر مخالف میتونست اختلاف رو بازم به عدد 2 برسونه. چقدر خوب حرکت کرد، مثل اون لحظه ای که حالا پنالتی رو گرفت برای ما. همین حرکت تو عرضش باعث شد که یه موقعیت دیگر رو به دست بیارن که نه، اجازه رو نداد و ایران با پیروزی در برابر امارات